این مرد یه نارگیل رو از بیرون پنجره قطار میخره، اما یهو میفهمه که نارگیل از حفاظ روی پنجره رد نمیشه. مرد حسابی خجالت زده میشه چون نارگیل رو برای زن زیبایی که روبروش نشسته خریده بود تا مخشو بزنه، اما حالا حسابی ضایع شده. مرد سعی میکنه هر طور شده نارگیل رو از پنجره رد کنه. اون هر کاری که به ذهنش میرسه رو انجام میده، اما بازم موفق نمیشه. بقیه مسافرای قطار که اینو میبینن حسابی مردو مسخره میکنن، اما مرد ناامید نمیشه و با تمام زورش سعی میکنه نارگیل رو بکشونه داخل، ولی بازم نمیتونه و زن حسابی بهش میخنده. مرد که میبینه هم حسابی ضایع شده و هم زن و نارگیل رو از دست داده بیخیال میشه و نارگیل رو از پنجره پرت میکنه بیرون. اما در همین لحظه نارگیل به یه تیر برق میخوره، پرت میشه داخل در قطار، میخوره توی سر کسی که مردو مسخره کرده بود و دقیقاً میفته توی دستای خود مرد و مرد موفق میشه همونی که مسخرهش کرده بود و ضایع کنه، هم دل زن رو به دست بیاره. چون